تا حالا شب قارمانی کردی؟ یه شب قارمانی ما نشه؟ بریم برای شب قارمانی. شب قارمانی چیست؟ چند سال حکومت کرد دست چه کسی کشته شد. شب قارمانی یعنی شب در قار ماندن. یه چیزی مثل ناندرتالا، مثل هموسایپینس بوده درک اجداد قارنشین ما. برای شب قارمانی چه چیزی لازم داری؟ شب قارمان ها لاکی داره، شب قارمان ها خوراک لازم دارن. برم یه شکاری بکنم. شکار امروز کتف و باله. شب قارمان ها ماسموسی میخوره. مسیر شب قارمانی دراز است و خقنوس بیدار. برای شب قارمانی یه دانه رفیق و همراه لازم داریم و او کسی نیست جز ادریس، دومین شب قارمان. اما آیا ما فقط 2 نفریم یا بازم هست؟ میگم براتان و سومین شب قارمان ما شب قارمان، 4مین شب قارمان. اندرتال های شب قارمان در حال چای خوردن. شب قارمانیان علاقه شدیدی به گرمک دارند. در کوهستان‌های زاگرس هستیم و کردستان، فاصله چندانی نداریم با غار و آفتاب در حال غروب کردن. آماده این بریم تو غار امو یادگار؟ تیم شب قارمانیان آمدن. میگه اینجا یه دانه غار داره، غارگش رو داره. عزیزم میای بریم غار؟ ما شب در غار میمانی؟ دللو آفرین. شاهد 4 عدد ناندرتال هستین که در جستجوی یک غار برای خوابیدن. آیا ناندرتال ها غار پیدا میکنن؟ سرورم یک عدد غار. ناندرتال ها در حال ورود به غار تاریک و سرد. اجداد غارنشین ما این گونه از ویو لذت میبرد. سلام اجداد ناندرتالی من. آیا از خانه جدید خود راضی هستین یا نه؟ بینندگان چند هزار سال قبل، اینجا منزل جدید ماست. عرضم به خدمتتون میز آرایش، مکان نیایش، توالت آرامش و اینجا میشه تخت خواب شما بگین. اینم بالکنه. به لذت ببر ادی نیچر. اینجا دودکشه برای بخاری موقع سرمایش. ناندرتال ها برای تهیه خوراک آتش برپا میکنند. آنها از چوب های طبیعت برای آتش استفاده میکنند. به به ناندرتالم آرزو. ما ناندرتال های شب قارمان در روز 5 وعده غذا میخوریم با پخت و پز. ناندرتال ها دلستر میخورند. شب قارمان ها عاشق نور پردازی هست. مدرنیته در ناندرتال ها هم نفوذ کرده. ناندرتال ها نظافت را رعایت میکنند. آیا میدانستین ما ناندرتال های شب در قارمان جوجه سیخ میکنیم؟ آیا جوجه کباب شکم ناندرتال ها را سیر میکند؟ با هم میبینیم. یه باد بزنی بده. اولین سیخ آماده است. اولین قنجه سیخ میمانه اولین کامنت. اولین قنجه پین نشه. چرا نشه؟ بذار بشه. عوامل پشتانه میگن ای چی نشه. بذار بشه. اولین انسان هایی که چای را خلق کردن ما ناندرتال ها بودیم. ناندرتال ها 5 وعده غذایی در روز داشتن. مثلا 2 وعده شام بود. یه کباب، یه بلال کباب. اجداد من هموسیپین ها در فسیل خود می لرزند اگر بدانند من در غار دوغ می نوشم. دوغ بز کوهی. چه خوشه. غارنشینی خوشه. الان ما یه موزری داریم. امشب گرگ و جانور اینا نمیاد ما رو بخوره. یه دانه سوال. اجداد ما وقتی غارنشینی میکردن آیا با غروب آفتاب میخوابیدن یا تا نصف شب بیدار بودن؟ اونا که گوشی نداشتن. نکنه چوزان میکردن شبا. چوزان برامه. فارسی چوزان چه میشه؟ دوز بازی میکردن. از اینا هست تا سنگ میذارن خطیش میکنن. نه خدا وکیلی سوال. اجداد ما در غار چه؟ آها رو سنگا نقاشی میکردن. عکس بز و شتر و گاو و شیر و پلنگ. بچه یه غار نوشته من نشه مینویسم دللو. واقعا اجداد ما اسکول بودن یا ما اسکولیم یا شاید هم هر دو. امشب جانوری نمیاد ما رو بخوره. یه دانه چاقو دارم گرگ و مرغ اگه جوره داره بیا جلو. شنیدم اینجا خرس داره. آیا این آخرین ویدیو منه؟ آیا این ویدیو آپلود میشه؟ فردا صبح میمانیم اینجا تو غار. میزبان فردا صبح قارمانیان است. ساعت 1 نصف شب. از بیکاری نمیدونیم چیکار کنیم. گفتیم میخوام کباب بکنیم. کباب مامل مکینه. این وعده 8مینه. وضعیت شب قارمانی ما در حال انفجارینه. گوشت قرمز هم نیست، کتف و بالا مخصوص مستضعفینه. تا دنیا بو لک و لور و کرد خوراکش گوشت بو. ولی ما ناندرتالا همشب منفجر میشیم. به نام خالق وعده 8 میگه شو
نگو بگو 8مین وعده. وجدانن چوی نودینم. ما از ترس چیز ما نمیخوابیم و نمیدانیم چیکار کنیم. الان این سیسی کبابم تمام بشه دیگه کاری نداریم. خاموشی برای ما خطرناک هستن. داخلی در پلنگ و خرس هستن. ناندرتال مسئول کباب. بیا بپز آقا بیا. ویدیو فاقد موزیکه. باید یه موزیک بشش بدم. لا 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 لا. بس کپی رایت میخوره. بخواب. آقا ما میخوابیم. آیا زنده در میریم امشب یا خرسی میاد ما رو میخوره؟ خرسی اینو بخور. این گوشتم تره. اینو. این خوشمزه است. ای شب بخیر. خانم کچیز نمیخواد؟ خانم کچیز نمیخواد؟ سلام علیکم. صبح قاریتان بخیر. داستان شب قارمانی ما هنوز به اتمام نرسیده. اول باید دست سوره شستیده. ناندرتال های مدرن مسواک کشیده. ایسا آره چونه خیر بی. ما شب قارمانی را به پایان رساندیم. احتمالا ناندرتال ها سرسوب وعده غذایی حجی میخوردن. اما بده اون وعده غذایی را. فکر کنم این کافی باشه برای یه دانه ناندرتال. شوینم ودینم اصل کردستان رنگینم. خدا وکیل اگر اجداد ما اینجوری زندگی کردن خیلی لاکچری بودن. خیلی لاکچری. اثر طبیعی کره گوسفندی. بریم یه حمله بکنیم به کندوهای زنبورشان. یه خیری با خودمان بیاریم. ما قارنشینیم. شب قارمانیم. ناندرتالیم خیر سرمان. بچه‌ها بخورید امروز روز خیلی سختی داریم. باید بریم شکار ماموت. برای وعده امشب ماموت لازم داریم. البته یه دانه کندو اصل من پیدا کردم. قشنگ اصل یه مامان تامین میکنه. بخورید کار داریم. باید یواش یواش جمع کنیم بریم شکار. شکار زنبوران بیدار یا شاید ماموت رودار. و در انتهای شب قارمانی روزخار خداحافظیانی. این درخت که میبینید درخت ونه. شیره که میاد داخل این کاسه میشه آدامس یا همون آدامس کردی. اینجوریه. شیره بنه. درمان معده است لامصب. این هم یکی از کشفیات ما ناندرتال هاست. این یه دانه کاسش پروپیمانه است. شما در حال مشاهده شکار عسل به صورت مدرن هستین. بچه ها از شکار عسل چی داریم؟ شکار ماموت. متاسفانه یکی از ماموت ها کار نمیکنه. کار میکنه. ای گوشتم. ای تشنم. قشنگ قیافه ناندرتال ها گرفتم. ناندرتال های شکم دریده. ناندرتال ها تخم تیرامونیسی میخورن چه؟ تیرامونیوس، امونیوس، استراخودوس، استرپتوکوکوس، کومولوس. شب قارمانی تمام شد. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. ولی اصلا توصیه نمیکنم شب قارمانی بخونید. من بعد از این ویدیوها براتون میسازم. ویدیوهای عجق وجق، تجربه جدید. تا درود دیگر بدرود.